صدر اسلام پیش رو بیارن، جوانان بودن یک شب در بری عروسش خواب میکنه، به یاد پیغمبر میافته، به یاد پیغمبر میافته که پیغمبر در میدان احد میگه یا رسول الله کجاست؟ پیغمبر در میدان احد میگه همین حنظله ابن عابر چی؟ یک شبک در پهلوی عروسش خواب کردگیه، یک شب در پهلوی عروسش خواب کردگیه. سحر میخیزه میگن که میدان احد جنگ شروع شده است، به خاطر حب پیغمبر نمیتونه در بری عروسش بیسته، در بری عروسش بیسته. زنش میگه بره زنها را بیار از مدینه شاهد بگذارن، من جنوبم نمیتونم که غسل کنم. قطعی زنش خیر و خوش میکنه. زنش میگه در کجا میبینیم حنظله؟ میگه من در روز قیامت مرا میبینی، در روز قیامت مرا میبینی، دیگه مرا در دنیا نمیبینی. زنش گفت بله، همیشه خواب دیدم که آسمان کشاده شد، تو به آسمان رفتی. گفت بله. گفت ببینید جوان زن نگرفته بود، زن گرفته بود. یک شبک در پهلوی عروسش، جوان یک شبه اسلام در پهلوی عروسش خواب میکنه. ولیکن وقتا که میره در میدان احد، وقتا شهید میشه، خبر میرسه صحابه میگه که جنوب بود. پیغمبر خدا میگه من دیدم که ملائکه های آسمان ایره غسلش دارند ایستادن. ابو سعید میگه من پایهاش رفتم، آب میچکید، یعنی غسلش میداراندن ملائکه ها. این جوان بود که یک شب در پهلوی عروسش ایستادگی بود. جوانای زمان پیغمبره به جوانای ما امروز قیاس کنیم، برای چی؟ زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم زمان سعادت بود، زمانی بود که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم با همراه مردم، یعنی مردم تربیت میکرد. امروز مردم از تربیت دور شدن، از اسلام دور شدن. سببشون چیه؟ بدبختی ای. و من اعرض عن ذکر فإن له معیشة ضنکا میگه خدا. اینا زندگی بدبختانه میکنن. اگر ببینیم قانون چیه؟ الله های دیگه. همه قانونایی که هستن قانون بشریتن. قانونی الله های. هر کسی به این قانون چنگ زد، به این قانون زندگی کرد، سعادت ابدی را یافت. هر کسی از این قانون رو گردان بدبخت می شود در دنیا و در آخرت. برای همین وقتا که ما میبینیم درباره ازدواج گم میزنیم، واقعا اگر ازدواج ما بیان کنیم و انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و ایمائکم و ان یکونوا فقراء یغنیهم الله من فضله. خدا میگه یعنی نکاح کنید شما چی؟ به زنان و به شوهران شما را نکاح کنین. یعنی چی نکاح کنین؟ یعنی غلامان و کنیزانتان که شایسته نکاحن، آنها را هم خدا میگه نکاح کنین. و این یکون فقراء یغنیهم الله من فضله میگه خدا. اگر کم بغل باشین، خدا هم به سبب نکاح شما را بای میگردانه. و انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و ایمائکم و این یکون فقراء یغنیهم الله من فضله. خدا میگه اگر کم بغل باشین، به سبب نکاح شما را چی؟ الله عزوجل بایتون میگردانه. اگر یک کم بغل باشه نکاح کنه چی؟ بای میشوه. اگر یک بای باشه زنا کنه کم بغل میشوه. این قانون الهیه. خدا شعر مانده ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. میگه خدا میگه اگر یه اهل قریه یا اهل شهر ایمان بیارن، تقوا بورزن، هر آینه من درهای آسمان را برویشان میکشم، درهای زمین را برای آنها زیبا میگردم. ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. خدا میگه اهل کتاب هم اگر ایمان بیارن، تقوا بورزن، هر آیمان لنکفرنهم سیئاتهم و ندخلنهم جنات نعیم. میگه خدا اگر اهل کتاب هم اگر ایمان بیارن، تقوا بورزن، خدا میگه چی؟ هم در من آنها را هر نوع گناهاشون میبخشم، لادخلنهم جنات نعیم، هر آینه داخل جنتشون میگردم. برای همین برادرانی عزیز اگر نگاه میکنیم، نکاح چیه؟ خودش یعنی چی؟ قانون الهی است. هر کسی قانون الهی را رعایت کرد او برکت یافتگیه. برای همین نگاه میکنیم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم درباره
ازدواج فرمودن خیر النساء امرأتون اذا نظرت الیها سرتک گفتن، اذا امرتها اطاعتک گفتن، اذا غبت عنها حفظتک فی نفسک و مالک گفتن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که بهترین زنها کدام زنه؟ گو همون زنی است که نظرش کنی خرسندت میسازه. نظرش کنی چی؟ خرسندت میسازه. یا بهترین مرد اما مردی است که شهوت زنش خرسند میسازه. بسیار راضی میبینیم جوانایی هستن که در کوچه با یک فاحشه خرسندی میکنه، قطعی زنش میاد به قوق دختگیه. یا بسیار زنهایی هستن که یک توی میرن، یک فرمایی میکنن، یک زیبایی میکنن خودشون که نمیشناسیشون، میان در خانهشون هم تمیمون میگردن، بس شوهراشون میرن دمی فاحشه ها رو میگیرن میگردن. آخی باید زنها رو خودشون از زینت بده برای شوهراشون. عبدالله ابن عباس میگه من برای زنم خودم زینت میدادم. مرد و زنها را باید زینت بدین، مردها را باید زینت بدین. برای میوازی میبینیم خرسندی در چیه؟ پیغمبر اکرم گفت زنی را نگاهش کنی او زن تر خرسندت بسازه. اگر همین زنی خوب باشه از کارخانه بیای ای کار بیای همون جوان پیشوازش ببرایه، یعنی پیشوازش شوهرش ببرایه، بگه امروز تو زحمت کشیدی، عذاب کشیدی، امروز برای ما این آماده کردی زندگی را، او خرسند میشود، او مرده خرسند میشه، ببینش خرسند میشود. حبیب خدا گفتن چی؟ اذا امرتها، وقتی امرش کردی اطاعتک، اطاعتت میکنه. بگه ای خونه نبرو، ای خونه نمیبرایم. ای خانه چی؟ نمیبرایم. اذا غبت عنها حفظتک فی نفسک و مالک گفتن پیغمبر در غایبی تا یعنی تر حفظ میکنه. آبرو تا چی؟ بسیار زنهای هستن نوزامیلا نکاح دارن برای های بد، برای های غیر شرعی رفته ایستادن. از همین جامعه‌ای که ما داریم بسیار چیزایی هستن که ما نگران کننده است. برای زنا آشکار شد، ربا آشکار شد، چقدر داملا گفتن کازینو ها درها کشاده، دیسکوتک ها درها کشاده. آفرین به این جوانان که با حالی هم در مسجد، آفرین به این جوانان که در نمازن. باور کنید شما چقدر مبارزه های ضد اسلامی رفته ایستاده. ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا میگه خدا. همیشه دشمنان اسلام مبارزه میبرند. مبارزه چی؟ ضد دین میبرن مبارزه تا که مردم به دین کنن، به دین کنن. لیکن خدا این استطاعوا میگه اگر قدرت بیاورن، قدرت نمیآورد. هیچ کس قدرت نمیآورد. برای این برادران عزیز پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم چی گفتن؟ اگر در غایب باش، یعنی در غایب شوهرش چی؟ اطاعت میکنن، خیانت بشن. و در غایب شوهرش مال شوهرش چی؟ صرف نمیکنن. به اجازت شوهرش حق نداره که مال شوهرش چی؟ صرف کنه. برای همین نگاه میکنیم از البته این قاری برادرمون من قرأ القرآن و عمل بما فیه البس الله والديه تاج یوم القیامه ذو احسن من ذوی شمس فی بیوت الدنیا فما ظنکم بالذی عمل بهذا گفت. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم حدیث دربارشون فرمودن که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن هر کسی قرآن بخونه و آنچه در قرآن است عمل کنه، آنچه در قرآن است عمل کنه. بسیار قاریای قرآن هم میخونه رو به قارن یقرأ قرآن و قرآن یلعنه میگه. بسیار قاریای قرآن هستن، قرآن هم میخونن اما قرآن برای اونا لعنت میخونه. قاری فاسقه. یکی از نشانهای قیامت میگه قاریای فاسق خدای نکنه میگه می زاید میشه، حالی که به قیامت خدا نگاه می‌داره. دیگه همه نشاناش همیه. برای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که کسی قرآن بخونه و آنچه در قرآن است عمل کنه در روز قیامت خدا پدر و مادرش یک تاج میگذاشته که نورش از زمین نور آفتابی که در خانه‌های ما میتابه از زمین در روشن‌تره. همه زنکم بالذی عمل بهذا گفت. پیغمبر خدا گوی یقینی شما چیه؟ زن به معنای یقین است. گوی یقینی شما چیه که پدر و مادرش خدای خیل تاج میگذاره اما او آدم خودش قرآن میخونه چی؟ پیغمبر خدا گفت الله و رسول میدونه دیگه. گفتن صحابه که الله و رسول میدونن، یعنی او را جز الله دیگه جز درجهش بالاتر کسی نمیدونه. برای همین قرآن بخونین، در خانه ها قرآن بخونین. در خانه قرآن خوانده میشه یک نور به آسمان میره، آسمان میتابد روشناییش به زمین، از همین خانه که قرآن خوانده میشه و ایو خانه نور و به سوی آسمان میره. برای همین برادران عزیز قاری
برادرمان وقتی قرآن میخونن، قاریای قرآن لیوای اسلام در زمین، لیوای الله در زمین هست، لیوای اسلام، لیوای مسلمین هست. اینا یک گنج به پایانند برای ما و شما. وقتی حضرت داملا گفتن زیباترین انسان ها در روز قیامت قاریا میخیزن. کدام قاریا میخیزن؟ همه قاریا میخیزن، نه همه قاریایی که به قرآن عمل میکنن. همه قاریا نه، همه عبادتگران نه، همونایی که به خاطر خدا عبادت کردن، نماز به خاطر خدا خواندن، ای خانهشون بر آمدن به خاطر خدا بر آمدن مسیح، نه که به خاطر همسایه‌اش رفته باشه، نه به خاطر فلانی مسجد برم که بگن مسجد نآمده. برای می برادر عزیز، همه کار خلوصیت در کاره. خلوصیت ما از دست دادیم، همه چی را ما دست دادیم. خلوصیت در ما نیسته. امروز خلوصیت در ما مسلمان ها رفتگیه. برای همین خلوصیت که ما بین ما و شما رفت، همه چی دیگه رفت. اکثری صحبت میگیم که همون گروهی که خاص به خاطر خدا در دنیا دوست شده بدن، خلوصیت برای خلوصیت ما گم بزنیم. خلوصیت از ما بین ما و شما که رفت، البته همه چیزای ما بین ما و شما رفت. همون 3 نفری که بودن خاص به خاطر خدا در دنیا کار بودن، خدا هم به خاطر خدا، همون خلوصیت به خاطر خدا هم عمل انجام داده بودن، خدا هم در همین دنیا چه نجات چون داد. همین 3 نفر بودن. یکمش هم بری والدین بود که از همه مقدم پدر و مادرش هم میدونست. اول تمام شراب هم میومد پیش پدر مادرش میمون، بچه در پیش زن و فرزنداش میمون. میگه حتی یک روزه در دنیای همه غار که میآین سنگ بالای غار میگیرن مستحکم میشوه، در همینجا چیکار میکنن؟ در همینجا میگن که 3 نفرن بالای سنگ آمده، بالاشون مستحکمه، اونجا نه تلفونه که نه رادیویی که تلفن کنن در فلان دنیای غارم. با کجا باید مراجعت کنن؟ به الله عزوجل مراجعت میکنن. چی باید کرد؟ چی خلاصی در اینجا چیه که خلاصت میکنه در اونجا؟ او سنگیدنی غار کی دور میگردونه؟ الله عزوجل. اگر به خاطر خدا عملی ما در دنیا انجام بدیم، در همین دنیا خلاصمون میکنه الله. به خاطر خدا باشه. یکمینش که میخزه بری والدین، احترام پدر مادر میکن، بری والدین بود. گفت خدایا، گفت یک روز سفری دور داشتم، در کیستان رفتم، آمدم که پدر مادرم خوابن، کودککام خوابن. چیکار کردم؟ همون جوشایی را جوشیدم، شیر پختم، کودکام خستن، خودشون در پاهم پیچاندن، اما شیر برای کودکام ندادم. پدر و مادرم انتظار شدم، پدر و مادرم انتظار شدم که پدر و مادرم بخیزن و اول شیر در پیش اونامونم در پیش کودکام. میگه خدایا کودکام من ندادم. پدر و مادرم بیدار شدن، اول شیر در پیش آنها موندم، بعد چی؟ در پیش کودکام موندم. اگر همین کارخ به خاطر تی الله انجام داده باشم، همین سنگ ایدهنی غار دور بگردان. همین سنگ ایدهنی غار دور شده، نگه برآمدن نمیشد. دویومش کسی بود که دختری عمه داشتم، بسیار دوستش می داشتم. میگه بسیار کسی را مانندی او دوست می داشتم. میگه زمان کم بغلی آمد، 120 دینارش دادم. گفت تو مابین من و مابین خودت خالی کن. گفت بله خالی میکنم. و میگه آمدم در مابین دو پاش قرار گرفتم، در مابین دو پاش قرار گرفتم. یا عبدالله تقی الله، ای بنده خدای خدا بترس، لا تأخذ خاتمی گو الا بحقی. همین خاتم من، همین مهر دختری من نگیر مگر به حلال بگیرش. این آدم در وجودش لرزه افتاد. انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. بندگان حقی الله به یاد الله میافتند، وقتی گناه آماده میشود در وجودشون لرزه میافته، میگن نمیتونن دیگه. بدین جوان میگه گفتم وقتی که همین گپا گفتم بخیز از جات، خیز از جاش، گفتم که برا، گفتم بگوی از 120 دینار همین رنگو برای خدا دادم، برا دیگه. اگر همین کار به خاطر تی الله انجام داده باشم، همین سنگ ایدهنی غار دور بگردان. میگه از سنگ ایدهنی غار دور شده، دیگه برآمدن نمیشد. سیوم گفتم به خطت برای خدا یگان کار در زندگیت انجام داده یا نداده؟ و میگه گفت که خدایا من از زمین 82 رفتم آجر گرفتم، مردی کار گرفتم، دو چه حقش دادم، همین چه حقش نداده بودم. همون را گردش دادم، اشتر خریدم، گاو خریدم، گوسفند خریدم. یه روزه آمد یا عبدالله اعطی حقی، ای بنده خدا حقی مرا بده.
گفتم همینو حقیقتا گو مسخرم نکن. گفتم به خدا مسخرت نمیکنم، همین حقیقتا همش راند برد. اگر همین کار به خاطر ته الله کرده باشم، همین چی؟ همین سنگ ایدهنی غار دور بگردان. و سنگ ایدهنی غار دور شد، همین 3 آدم از درون غار سلامت از درون غار برآمدند. کاری که به خاطر خدا باشه در همین دنیا نتیجه میتیه. ما به خاطر خدا شیم، همه کارهای ما انجام گرفتگیه. اگر به خاطر خدا نباشیم، یگان کاری ما انجام نمیتیه. قل ان صلاتی و نسوکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. برای خاطر خدا باید در همین زندگیمون میتونیم حرکت کنیم. بعدی مردمون این فرزندامون میکنن نمیکنن در گمانه. یک کتاب من خوندم میگن که در شیخای کویت یک شیخ میبره 85 میلیون دلار برای فرزنداش چی میمونه؟ میراث میمونه. بعد علما را میارن کاری ماوری میارن، بعد میگه تقسیم میکنن 20 میلیونی هم بچه‌هاش 4 بچه را میتین، 4 بچه را 20 میلیونی میتین، 80 میلیون میشه. بعد 5 میلیون دیگه‌اش میمونه، میگن که برای فلان شیخ، میگن فلان جاده بچهای هم شیخ میگه مسجد نمیرسه اونجا بسازیم. میگه اگر برای پدرمون که در کار میشد خودش هم مسجد هم میساخت. برای همون شاعر میگه از در اموال دنیا را صرف نکردی در راهش، در راه خدا و در راه درست، که بعد از مرگ مالت را به دست دیگران بینی. همین زندگیمون باید به دست خدمت کنیم. ولی آدم خیلی آدم انتظاره که من سه بگه میکنن، 40 میکنن، سال میکنن. باید همین زندگیت بکن خود دیگه چی در کاره تا که بعدی مردنت او بچت برای خود چه میکنه. برای همین خدای بزرگ در قرآن عظیمش میفرماید که قل این صلاتی و نسوکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. بگوی محمد صلی الله علیه وسلم نسوک هر یک عبادتی که ما میکنیم، صلات نه هر نمازی که ما و شما میخونیم. نماز اگر ببینیم پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم این نماز چیه؟ استعینوا بالصبر و صلات خدا میگه. با واسطه نماز، با واسطه صبر، با واسطه روزه، با واسطه نماز از من کمک بپرسید. پیغمبر هر مشکلاتی که می اومد بالای سرش نماز میخوان. در جنگ احزاب میبینیم همون شب تا روزه نماز خوان. حذیفه ابن یمانی میگه رفتم اگر چندی که هیچ جو رزبیت که کدوم به قول حاضر اومدیم حالی هم اومدم پیغمبر نماز خونده ایستاد. در جنگ بدر هم پیغمبر هم شب تا روزه نماز خوان. حضرت علی میگه همه خوابیدن پیغمبر بیدار بود نماز میخوان. ما اگر نمازی که به خاطر خدا باشه اون نماز نتیجه داره در دنیا. و محیای و زندگی ما باید برای الله باشه. زندگیمون برای الله باشه. مال و دارایی و هستیمون برای الله باشه. و مماتی لله رب، مردنمون هم برای الله باشه. در راه الله بمیریم بهتره. در راه اگر یه آدم در روز هر یه عمل انسان انجام بده همون خاتمش در همون عمل میبرش. من یک چیز برای شما قصه کنم. در همین مسجد همینجور در 61 یک مسافر به نام ایشان حاجی احمرش ما میگفتیم، ایشان یعنی حاجی سرخش میگفتیم، دائم در همین مسجد، در مسجد خدا رحمتش کنه، در مسجد خدمت میکرد به خاطر خدا. و که خلوصیت چه میگم همین دو شفری همون مسجد هم میکنه. شو ساعت یک شو ای خونش میاد همون جا میخواه همون شفرا را بگیره، همون جا مالک ما و جانش میگیره. ها به خاطر خدا همون کارش بده. همین کار به خاطر خدا باشه انشاءالله که عاقبتش بخیر. برای همین برادر عزیز ما البته در این روز ازدواجشون که روز خرسندیشونه، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم انس ابن مالک 10 سال خدمت کردن. 10 سال خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم کردن. ام سلیم مادرشون آمدن گفتن یا رسول الله در حقش یا دعای خیر کن. به پیغمبر خدا گفتن اللهم اکثر ماله و ولده و عمره را پیغمبر در حقشون دعا کردن. خدایا یعنی چی؟ مالش بسیار کن، فرزنداش بسیار کن، یعنی زندگی خوب برایش عطا فرما. البته همین دعایی که مردم میگن فلانی دعا که این خیر است. پیغمبر خدا انس بن مالک 10 سال خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم کردن. ام سلیم مادرشون آمدن چی گفتن؟ در حقش دعای خیر کن. چی گفتن؟ اللهم اکثر ماله و ولده و عمره، یعنی عمر انس بن مالک. چقدر صحابه ای که آخرین ببینیم از دنیا میگذرن، چقدر ببینیم چه دعای حبیب خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم برای استجابت چیز.
و ببینیشون بدبخت میشن یا خودشون از سلمان میدازن یا نرکمن میشن گوته میگه پایادش کمن بشن. زندگی همون زندگی اسلامه. خدا گفته است که یکی از نشانهای قدرتی من همینه که من از جنس شما برای شما زن خلق کردم لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودة و رحمة ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. و واسطه نکاح در ما بین دو جوان مودت میشه، دوستی میشه، یا دو عائله میبینیم به هم دیگر دوست میشن، یا اگر ملت به ملت دیگه اگر دوستی نکاح کنه میبینی دوست میشه، اگر ازبک تاجیک بگیره تاجیک ازبک بگیره به هم دیگر دوست میشن. این دوستی در چه؟ در اسلام هست. دوستی مون چه؟ در اسلام هست. دعا میکنیم که پروردگارا اللهم ثبتنا علی الایمان و عمل صالح و احینا حیاتا طیبة والحقنا بالصالحین الذين یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة الاعین واجعلنا للمتقین اماما. خدا برای دل نوجوان